و من قضا حاجت اخیه المسلم فی رمضان قضا الله تعالی له 1000 حاجت یوم القیامه. رسول خدا گفت که در ماه شریف رمضان کدام مسلمانی کار یک مسلمان دیگر بود کنه، اگر حاجت یک مسلمان دیگر برآورده بگرداند، خداوند 1000 حاجت او را فردا روز قیامت برآورده میگرداند. این اجر ثواب ببین که اون روز قیامت روز است که خدا در قرآن ای را وصف کرد که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. اون روز قیامت روز است که یوم یفر المرء من اخیه، او روز هست که برادر از برادری خودش میگریزد، پدر از فرزندش میگریزد، دختر از مادر میگریزد، مادر پدر از فرزندهاش میگریزد. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. اون روز هر کدامش، اون پدر، مادر، دختر، پسر، به خودش یک اشکالات داره که به خودش سرگردان است. در همون روزی که پدر از فرزند میگریزد، اجر ثواب ببین که خدا 1000 حاجت همو بنده را برآورده میگرداند در روز قیامت. همو بنده که در ماه شریف رمضان کار یک بنده مسلمان دیگر حاجتش برآورده میگرداند. و من اسرج فی مسجد من مساجد الله تعالی فی رمضان کان له نور فی قبره. و کسی که یک چراغ در یک مسجد اگر در بگیرانه، یک چراغ برای نمی چراغ‌هایی که در شب گریان میکنن، کدام بنده که چراغ بیاره در مسجد برای روشنی کردن، خداوند قبر او را پر نور میگرداند. اگر به مسجد هم که نیاره، در قد همون خانه دروازه تونده دهنی درده بمونین که در روشناییش مثلا نماز بامداد خانی مردم میروند از روشنایی استفاده میکنن، یک کس پیش پاش میبینه، یک رهگذر به اوت میگذره. انا این کاری ثواب این است که در دهن دروازه یک چراغ بمونه که در مسلمان ها این فایده دارد. این فعل مسلمان نیست که چراغ نباشد در از درون محکم کنی و سگ ببیرین کشاده کنی. این فعل مسلمان نیست. هزارها باری را گفتگی هستیم، لیکن افسوس علی افسوس که به هیچ که کار نمیکنه. و کتب له ثواب مسلین فی ذلک المسجد. اون بنده که چراغ به مسجد میارد، خداوند به عدد هر چقدر نمازخوانی که در اون مسجد باشد به عدد اونها با او ثواب عطا میکنند. و سلط علیه الملائکه، و رحمت میفرستند با او ملائکه ها. و استغفر له حملة العرش، طلب مغفرت میکنند برای او بردارندگان عرش. مادام ذالک فی مسجدی، مادام که همون چراغ در مسجد باشد. این در حق کی است؟ در حق روزدار است، در حق اون کسانی هست که ماه شریف رمضان مخلصانه می‌دارند.